سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که حالتون عالی باشه. میلاد ایدی هستم و توی این ویدیو میخوایم که با کلیت زبان برنامه نویسی پایتون و اپلیکیشن های پایتون در دنیای بیوانفرماتیک یه مقداری آشنا بشیم. حالا اگر مباحثی موند و به قولی نشد که توی این ویدیو کاور بکنیم، ویدیوهای بعدی هم براتون ریکورد میکنم. به طور کلی پایتون یه زبان برنامه نویسی خیلی معروف ترین، میشه گفت که معروف ترین زبان برنامه نویسی حال حاضر دنیا هستش که ما با اینفورماتیشن ها از این زبان برنامه نویسی در ابزارهایی که برای آنالیز هامون به قولی دیولوب شدن خیلی استفاده شده و گاهن ما بایستی از این ابزارهای پایتون بیسد بیایم و استفاده بکنیم. حالا یه سری از این ابزارها که ورژن های وب بیسد هستن، اونقدر کار عجیب غریبی نیست اجرا کردنشون و خیلی راحت شما میتونی وارد وبسایت مربوطه بشی و آنالیز تو انجام بدی. اما مشکل اونجایی پدید میاد برای بایوانفورماتیشن ها که بخوان از ورژن های استندالون ابزارهای پایتون بیسد استفاده بکنن. ورژن های استندالون ورژن هایی هستند که شما نرم افزار رو دانلود میکنی و به صورت لوکال روی کامپیوتر شخصی خودت میخوای اجرا بکنی. حالا روی کامپیوتر شخصی خودت میتونه باشه، میتونه روی سرور باشه، هیچ فرقی نداره. در هر صورت شما با مشکلاتی که این ابزارها توی نصب شدنشون دارن مواجه خواهی شد. خب در ابتدا باید یک کلیتی از پایتون خدمتون بگم که پایتون به طور کلی در دو ورژن عرضه شده. ورژن 2 داریم و ورژن 3 که ورژن 2 از سال 2021 دیگه ساپورت نمیشه و مینتیننسش دیگه به قولی انجام نمیشه. یعنی ابزارهایی هم اگر تحت پایتون 2 نوشته شده باشن دیگه استفاده کردن ازشون واقعا سخته. نمیگم نشدنیه، ولی واقعا ابزارهایی که تحت پایتون 2 نوشته شده باشن دیگه واقعا سخت شده استفاده ازشون، چرا که یه سری دیپندنسی دارن که اونا رو پایتون 3 مثلا و با پایتون 2 اصلا سازگار نیستن و این یه مقدار خیلی زیادی شما رو با مشکل مواجه میکنه اگر بخواید از ابزارهایی استفاده بکنید که تحت پایتون 2 نوشته شدن. اما ورژنی که در حال حاضر تو دنیا استفاده میشه به وفور ورژن 3 هستش که زیر ورژن های مختلفی داره، از 3 و 7 بگیرید الی 3 و 12 که در حال حاضر 3 و 12 هم منتشر شده. هیچ فرق خیلی میجری ندارن. خب اینا اصلا عدد بعد از اون عدد میجر ورژن اینا ماینور ورژن میگن، این اعداد بعد از اون رو. خب هیچ تفاوتی ندارن اینها با هم، منتها خب نرم افزارهایی که نوشته میشن فقط با اون ورژنی که تحت اون نوشته شدن کار میکنن. یعنی اگر شما یک ابزار پایتون بیسد تحت ورژن 3 رو دانلود بکنید و بخواید ازش استفاده بکنید باید حتما چک بکنید که دقیقاً روی چه ساب ورژنی نوشته شده. خب یعنی تحت پایتون 3 و 7 بوده، 8 بوده، 9 بوده، 10 بوده، 11 بوده یا 12. ایناش خیلی مهمه گاهن و اگر با یه پایتون ورژن پایینتر اجرا داشته باشید و بخواید اجرا بکنید اون ابزار رو که قطعاً ارور میده، برمیگردونه به شما و اجرا نمیکنه اون کد پایتون رو. و اگر ورژن بالاتر هم داشته باشید روی سیستمتون و بخواید که ابزار پایتون مثلا با ورژن پایینتری رو روی پایتون مثلا شما 3 و 12 دارید، یه نرم افزاری با 3 و 7 نوشته شده معمولاً اجرا نمیشه و به شما ارور برمیگردونه و نیاز هستش که شما باز پایتون لینوکستون رو
پایین ببرید ورژنش رو. خب حالا که این داستانای به قولی سازگار کردن این ورژن پایتون با ورژن مد نظر ابزار خاصی که شما داری نصب میکنی که استفاده بکنی، یه راه حل خیلی خوبی داره که استفاده از پکیج منیجر ها هست. پکیج منیجرهایی مثل بچه‌ها کندا و PIP. کندا، حالا این PIP که خیلی مختصرتر هست نسبت به کندا. PIP کلن یه پکیج منیجر اینجوریه که شما PIP می نویسی تو ترمینالت، PIP اینستال و اسم اون پکیج خاص مد نظرت. خب پکیج خاص مد نظرت تو بعد از اینستال با یه فاصله می نویسی. خب که همینه، حالا بهتونم نشون میدم نحوه استفادهشو. خب ولی کندا یه مقدار مفصل تر هستش، یه سری کانسپت های مختلفی توش گنجونده شده که مهمترینش کانسپت environment ها هست. خب environment ها به واقع یک کانسپتیه که کندا آورده و به پایتون اضافه کرده بچه ها، که شما میتونید در یک سیستم عامل لینوکس، شما فرض بفرمایید یک تشتی دارید با عنوان لینوکس. خب لینوکس مثلا اوبونتو شما هست، بعد توی این تشتتون آقای یا خانم کندا میاد و یه سری کاسه ها میتونه براتون ایجاد بکنه، یه سری کاسه هایی که بهشون میگه environment، یعنی کانسپت تعریف شده در کندا عنوانش هست environment، که این environment ها به صورت isolate هستن نسبت به هم دیگه. شما یعنی میتونید توی این environment پایتون ورژن 3 نصب بکنید، 3 و مثلا 7 نصب بکنید، توی یه environment دیگه پایتون 2 اصلا نصب بکنید، میتونید توی یه environment دیگه پایتون مثلا 3 و 8 نصب بکنی فرض مثال. خب حالا در کنار این پایتون ها شما میتونی یه عالمه پکیج دیگه هم نصب بکنی ها. خب یه عالمه پکیج دیگه میتونید توی هر کدوم از این environment ها به صورت isolated نصب بکنی و اینا به هم دیگه یعنی ناسازگاری ایجاد نمی کنن. خب و خب این قضیه خیلی این ارورهایی که در پایتون شما میگیرید از ابزارها رو خیلی خیلی کاهش داده. خب و خیلی راحت کرده کار با ابزارهای پایتون بیسد رو. خب حالا میریم که همینا رو خدمتتون توضیح بدم. شما توی این ویدیو بچه‌ها اگر این مفهوم environment رو به صورت کامل درک بکنید، من به اون مقصودم از این ویدیو و کلن از به قول این ویدیویی که با هدف آموزش پایتون برای بیوانفورماتیک دارم ریکورد میکنم من رسیدم. خب و همین، حالا به طور کلی هم بگم بچه ها، ما با اینفورماتیشن ها نیاز هم نیستش که خیلی از کدینگ پایتون و برنامه نویسی با پایتون آگاهی داشته باشیم، حالا مگر اینکه شما ابزار بخواید دیولپ بکنید در حوزه بایو اینفورماتیک با استفاده از پایتون، که اون بحثش جدا میشه دیگه، بحثش یه بحث متفاوتی هست. اما وقتی که شما بخواید به صورت یک بایو اینفورماتیشن خیلی معمولی رگولار بایو اینفورماتیشن بخواید کار بکنید، در همین حدی که توی این ویدیو من سعی دارم کاور بکنم کفایت میکنه. خب شما یه ترمینال باز میکنی بچه‌ها، یه اوپنینگ ترمینال میزنی توی این الان این لینوکسی که شما مشاهده میکنی هیچ پایتونی رو من نصب نکردم روش. خب بذارید اینو درشت بکنم. خب ببینیم پایتون نصب داره این لینوکس. پایتون خالی رو میزنم، هیچ چیزی رو نمیشناسه. بذار پایتون 2 بزنم، پایتون 2 رو هم نمیشناسه، میگه که ولی میتونی نصبش بکنی با این دستور پایتون 2 رو، و پایتون 3 رو هم 3 رو ببین به صورت دیفالت ورژن 3 و
12 رو داره. پایتون 3 10 12 این میجر ورژنه، این ماینر ورژنه، اینم دیگه یه لول پایین تر از ماینر ورژن دیگه. خب حالا الان اینجا پایتون برامون باز شده و اینجا میتونیم کدهامون رو خط به خط بزنیم و اینتر بزنیم. اینم میاد و به قولی تفسیر میکنه. این مفسر پایتون هستش بچه ها. پایتون یه زبان برنامه نویسیه هستش که نیاز به کامپایل نداره و خطوط کدهایی که شما می نویسی رو خط به خط اجرا میکنه و میره پایین و مثل یه زبان برنامه نویسی هست، مثل زبان آر. خب مثل آر هست که خط به خط اجرا میکنه و میره. ولی زبانهای برنامه نویسی مثل زبانهای سی، سی پلاس پلاس، جاوا زبانهای کامپایلی هستن و نیاز هستش که شما کدهاتون رو کامپایل بکنید. خب سرعت، یه نکته ای هم که به طور کلی باید بهتون بگم اینه که پایتون و آر با توجه به اینکه خط به خط کدها رو اجرا میکنن یک مقداری سرعتشون کمتر از زبانهای کامپایلی هستش و اگه شما یک کد مشخصی رو برای پایتون بنویسید و همون کد رو مشخصاً برای مثلا زبان جاوا بنویسید و هر دوتای این کدها رو هم روی یک کامپیوتر مشخص اجرا بکنید، انتظار میره که کدی که با پایتون نوشتید سرعت کمتری داشته باشه نسبت به اون کدی که به زبان جاوا نوشتید. خب این از این نکته. خب اینجا الان دیدیم که پایتون 3 رو داریم، اما ببینیم PIP هم داریم. خب میگه PIP رو ندارید. بذارید من اول PIP که ساده تر هست رو خدمتون بگم. ببینیم همینجا گفت که همینجا داره میگه که با این دستور میتونید PIP رو نصب بکنید. خب خیلی هم عالی، ما هم نصب میکنیم. خب میگه 200 مگ رو دانلود باید بکنم که یس دادیم بهش و رفت که دانلود بکنه. بچه ها یه دونه ایگنور داره ir.archive. این کلا با اینترنت ما ایرانی ها یه مقدار سخت هستش که ابزارها رو شما نصب بکنید به راحتی و امکان داره این ایگنورها مثلا الان 1 2 تا 3 تا این تعداد ایرادی نداره، مشکل ایجاد نمیکنه. خب ولی اگر زیاد بشه مجبوریم که یک سری حرکت ها بزنیم که این موارد ایگنور رو حذف بکنیم که ایگنور هامون مشکل ساز هم شد بچه ها. خب ببین این انتهاش فیل شده و ارور داده به ما. خب اینا برمیگرده به اینترنت. شما هم میتونی که VPN داشته باشی، هم میتونی که با نانو یکی از فایل های سیستمیه لینوکستون رو تغییر بدید تا IP کامپیوترتون تغییر بکنه. خب این فایل رو etc.resolve.conf configuration این IP ایران هستش که شما باید این رو تغییر بدید به IP شرکت گوگل و بعد بریم که نرم افزار مد نظرمون رو نصب بکنیم. جواب نداد. بذاریم آپدیت بکنیم اول، بعد نصب بکنیم ببینیم احتمالاً درست بشه. الان امیدوارم که تمام. آره
ببین داره الان PIP رو برای پایتون 3 که نصب بود روی لینوکس به صورت دیفالت داره نصبش میکنه PIP رو. و ما الان خیلی راحت میتونیم مثلا یه پکیج فرض مثال مثلا پایسم رو بیایم و با PIP نصب کنیم. الان PIP رو ببین من اجرا کردم، ببین خیلی راحت اجرا شد. خب اینجا میگه که یکی از زیر نرم افزارهای PIP اینستال هستش، یکی دانلوده، یکی آن اینستاله و لیست هم میتونی لیست پکیج هایی که با PIP نصب کردی روی لینوکست رو ببینی. اما به طور کلی زیاد کاربردش PIP بیشتر با اینستال کاربرد داره و آن اینستال ابزارهایی که شما نصب کردید رو میتونید انجام بدید. مثلا PIP اینستال مثلا پایسم. خب پایسم رو این شکلی شما میتونید دانلود بکنید و الان ببین خیلی راحت نصب هم کرد برامون. خب و همین بچه به همین راحتی. اما کندا، بریم سراغ کندا که بحث مهمتری هستش. ببین بچه کندا رو شما باید اول دانلود بکنید. یه فایل .sh داره کندا. ببین کندا رو من اینجا کندا اینستالینگ کندا رو بریم ببینیم فایلش رو من دانلود کردم دارم، فقط به شما نشون بدم که از کجا دانلود بکنید. میایید پایین regular installation linux رو بزنید، مینی کندا installer for linux. خب مینی کندا، آناکوندا اینا تفاوت‌های جزئی دارن که یکیش واسه مثلا اونایی که حرفه‌ای ترن، یکیش واسه اونایی که به قولی آماتورترن. اینا اینجور چیزی رو میگن ولی من چنین تفاوتی رو حس نکردم هیچ وقت در استفاده از آناکوندا یا مینی کندا. جفتشون مثل همن و اونقدر تفاوتی نداره. میاد بخش لینوکس اینجا ببین یه فایلی هست ما باید اون رو دانلود بکنیم. بعد اینستالیشن ترمینال اینستالر فایلش رو از همین جاها باید بشه مانوال شل اینستالیشن اینیشیالیزیشن. البته از اینجا هم میشه، بذارید از اینجا بریم. یه ذره این چیزاشون هر روز تغییر میدن. آناکوندا اینستالر یا مینی کندا. این مینی کندا یه مقدار حجمشون کمتره. فایلای به قولی فایلایی که برای دانلود گذاشتن، برای فایلای نصبی این مینی کندا و آناکوندا هست. آناکوندا حجمش بیشتره ولی مینی کندا حجمش کمتره و همون کارم میکنه. خب شما اینو میتونید دانلود بکنید خیلی راحت. الان ببین 141 مگابایت من این فایل رو دانلود کردم دیگه، پس اینو کنسل میزنم. توی هاردم دارم این فایل رو، بذارید الان اینجا من مینی کندا رو دارم. خب 149 مگ. این فایل رو ما باید اجرا بکنیم تا مینی کندا نصب بشه روی لینوکس ما. خب اوپنینگ ترمینال میزنید توی فضای خالی این پوشه که دارید اون فایل sh رو. بعد اینو من بزرگتر بکنم، می نویسید bash مینی تب میزنید کامل میشه. اینو اینتر میکنید بچه ها. بعد اینتر میگه که اینتر بزن. اینجا یه سری قوانین و اینجور چیزاشون رو داره، شما اینتر رو نگه میدارید که بره پایین این متن تا یه جایی که یه یس و نو از ما میخواد. یه ذره دیگه باید بریم. اینجاست. اینو باید یس بزنید. بعد ازتون میپرسه که لوکیشن مینی کندا کجا باشه که خب همون دیفالتی که خودش گفته رو ما میگیم اوکی اینتر میزنیم و الان داره فرایند نصبش انجام میشه. نصب مینی کندا انجام میشه و یه سری
به قولی موارد دیفالتی رو هم نصب میکنه و بعد یه اینتر میزنید تا این پیام نمایش داده بشه Thank you for installation miniconda 3. خب این الان نصب شده کندا. اما حالا ما انتظار داریم الان اینجا تایپ میکنیم کندا اجرا بشه. خب ولی میبینی که کندا رو میگه که not found command not found. خب این چه مشکلی هست بچه ها؟ ببین ما نیاز داریم که این پوشه مینی کندا رو که کندا رو الان ما نصب کردیم رو بیایم و تا پوشه بین، پوشه‌ای که فایلای باینری کندا هست رو، این رو باید ما توی پت لینوکسمون قرار بدیم. خب پت لینوکس قرار دادن خیلی راحته. اکسپورت میتونیم بکنیم، بنویسیم پت دو نقطه یه دابل کوتیشن میذارید، پیست میکنید و بعدش اینو پاک میکنید، یه دو نقطه میذارید و دلار ساین پت و اون دابل کوتیشن رو میبندید. خب اوکی، فقط من بذار ببینم. آره این میگه اینو اشتباه زدی، این دو نقطه ای که اینجا داریم باید مساوی باشه. آره الان این پوشه باینری های مینی کندا داخل پت لینوکسمون رفت. خب یعنی ترمینال کندا رو دیگه بایستی بشناسه الان. خب که دیدید شناخت. الان من کندا رو تایپ کردم و اینتر زدم، ببین الان اجرا کرده. خب منتها من الان این ترمینال رو اگر ببندم، بذار من این آدرسی که اینجا درست کردیم و کدی که نوشتیم رو کپی بکنیم، حالا بهتون میگم کجا لازمش خواهیم داشت. الان من اون ترمینال رو بستم، این صفحات اضافی رو هم میبندم، اینم میبندم، الان خالی شد اینجا. خب الان من ترمینال مثلا من لینوکسم رو ریست کردم و اومدم الان فردا مثلا اومدم میخوام کندا رو اجرا کنم. خب میبینیم میگه باز دوباره که command not found. خب این یعنی چی؟ ببین بچه ها، ما نیاز داریم که حتما این فایل، این دستوری که اینجا نوشته بودیم رو حتما باید ما داخل فایل bash rc لینوکس قرار بدیم تا به صورت پرمننت این پوشه داخل پت لینوکس قرار بگیره. خب این که ما اینجا اینو اجرا بکنیم این میشه تمپوریری، یعنی با بستن این ترمینال کل این بقولی این آدرس که ما داخل پت لینوکس قرار داده بودیم دوباره پاک میشه از روی پت لینوکس. ما برای اینکه به صورت مادام العمر وارد بکنیم این آدرس رو داخل پت لینوکس باید اینو تایپ بکنیم، بنویسیم sudo nano. نانو یه نرم افزار تکست ادیتور داخل لینوکس هست که داخل فضای خود همین ترمینال میاد یه فایل تکست رو برامون باز میکنه بچه ها. خب ما باید این فایل bash rc رو، بذار من اینجوری بنویسم، bash rc رو بگم که آقا پیدا بکن، bash rc رو پیدا بکن و بازش بکن. خب چون فایل میگه does not exist. خب یه لحظه من کنترل X بزنم، اینو اشتباه نوشتم ظاهرا. این شکلی هست. خب درسته الان. خب ببین این الان فایل bash rc لینوکس هستش که ما باید بیایم اسکرول بکنیم، بیایم پایین، آخرین خط این فایل رو باید یه تغییر کوچولو بدیم. ببین الان آخرش اومدم و اینجا من دارم اون خط اکسپورت پت مساوی فلان رو قرار میدم و بعدش سیو میکنم. برای سیو کردن کنترل و X رو شما میزنی، اینجا یه یس و نو ازتون میخواد که آیا این تغییر رو من میگه سیو بکنم، میگم وای رو میزنم تا سیو بشه، اسمش هم میگم روی همون سیو بکن. خب الان سیو شد. من الان دیگه این رو اصلا میبندم، این ترمینال رو میبندم، یه ترمینال دیگه باز میکنم، ببینم الان کندا رو میخونه. ببین الان خیلی راحت کندا رو شناخت. خب چرا؟ چون که ما توی پت لینوکس به صورت پرمننتلی اون آدرس
فایلای باینری کندا رو قرار دادیم. اوکی. خب حالا ما بریم که یک نرم افزار، یک environment بسازیم توی کندا و بذار اینو توضیح بدیم که الان چجوری یک environment ما داشته باشیم. خب بنویسیم کندا create -n فرض مثال env test، با همین املا مثلا می نویسیم، میگیم آقا این یه environment بساز که پایتون داخلش ورژنش باشه 2.9 فرض مثال. حالا هیچ به درد هیچ کاریمون هم نمیخوره ولی بذار اینجوری بسازیم. خب الان خیلی راحت میره یه environment میسازه. خب میگه که من چنین ورژنی رو پیدا نکردم از پایتون 2. خب بذار مثلا 2.7 ببینیم. 2.7 رو پیدا کرد. خب و یه سری پکیج های دیفالت داره که میگه من اینا رو نصب کنم که یس دادم بهش تا نصب بکنه و خیلی راحت الان نصب شد و ما خیلی راحت میتونیم کندا اکتیویت این environment رو بیایم و اکتیویتش هم بکنیم. الان ما اون یه کاسه رو الان ما اینجا ساختیم. این کاسه رو مثلا من ساختم، الان این با پایتون 2 رو مثلا ساختم و من الان توش میتونم کلی پکیج نصب بکنم. باید اول برای نصب کردن، یعنی برای اینکه واردش بشیم، باید این environment رو باید فعال کنیم دیگه بچه‌ها. خب برای فعال کردنش هم اینجا خودش دستورش رو گذاشته، گفته کندا اکتیویت env test. البته معمولا باید یه ریستارت بشه این ترمینال تا بشه فعالش کردین، اکتیویتش کردین environment رو. بذار ببینم. آره همون مشکله. ببین الان من یه ترمینال رو بستم و دوباره باز کردم. کندا اکتیویت رو بزنم. بذار کندا اینیت. خب بعدش for changes to take effect close and reopen your current shell. خب کلوز میکنیم، ریوپنش بکنیم. الان فکر میکنم درست شده باشه بچه‌ها. کندا اکتیویت env test رو ببین الان همین env test الان اینجا قرار گرفت. الان که من بچه‌ها بخوام پایتون مثلا پایتون رو ببینم چه ورژنی داره، داش ویو که بزنم، ببین نوشت پایتون 2.7 نصب شده. پایتون 2.7 رو الان ما داریم داخل. چرا 2.7 داره میگه؟ چون داخل این environment هستیم بچه‌ها. خب توجه بکنید به این نوشته قبل از این دستوری که به صورت پیش‌فرض میاد قبل از کدی که ما میخوایم بنویسیم. به این نوشته تو پرانتز دقت بکن که اسم environmentی که داخلش هستی رو داره نمایش میده. خب این نکته‌ای که تا به الان شما گوش دادید در طول این ویدیو مهمترین نکته‌ای هستش که من میخواستم بگم بهتون. این environment ها بسیار بسیار مهمه. حالا میخوایم از این environment ها بیایم بیرون. مینویسیم کندا deactivate. خب deactivate الان اومد بیرون از اون environmentی که ما داشتیم. الان من اینجا پایتون رو من دوباره بنویسم داش وی بگیرم. خب داش وی بگیرم به من میگه پایتون 3, 12 و 4 هست. پایتون اصلی که روی این لینوکس شما نصب داری. خب اوکی، این کانسپت رو شما اگر بگیرید کل قضیه حل میشه. حالا مثلا بخوایم یه نرم افزاری رو هم نصب بکنیم بچه‌ها. بذار بریم یه نرم افزاری رو هم نصب بکنیم براتون که پایتون بیس باشه این نرم افزار. بذار بریم توی انوور، سایت انوور یه ترد پارتی داره که توی دانلود انوور که بیاید خود آقای ونگ اینجا معرفیش کرده که خود بنده هم به شخصه استفاده میکنم از این کدی که آقای دیوید اینجا نوشته و برای استفاده همگان گذاشته.
خب ببین برای استفاده از این نرم افزار که یک آپدیتر هست، به واقع میاد و آپدیت میکنه دیتابیس های انوور رو. خب این رو کپی میکنید، شما میاد اینجا مینویسید گیت کلون بکنیم اون صفحه رو، آدرسش هم که کپی کردیم رو هم همینجا میذاریم و خب میگه که شما اصلا گیت نداری، گیت هم نصب میکنیم، کپی اینجا پیست میکنیم، خودش گفته که با سودو apt install git میتونی نصبش کنی. خب الان رفت نصب شد گیت. خب و گیت کلون این رو الان اجرا میکنم. خب الان اون نرم افزاره کلون شد داخل دسکتاپ ما. خب یعنی اینا هاش این شد، این پوشهش شد بچه ها، این هاش، این پوشهه الان میبینی بچه ها اینجا اسکریپت پایتون بیستی که داره اینه و حالا یه فایلی هم داره با نام environment.yml. خب این فایل هم مثلا باز میکنی داخلش یه سری توضیحات که این انوایرمنتی که باید بسازیم برای این پکیج این هست با این توضیحات، یعنی این پکیج ها باید به عنوان دپندنسی نصب بشن، از این 3 تا چنل هم این پکیج ها هستن و اسم environment هم میشه update anywhere underline db. خب این پکیج رو باید ما نصب بکنیم. برای نصب کردن این پکیج هم خیلی راحت ما میتونیم از همین فایل environment استفاده کنیم. اتفاقا اگه اشتباه نکنم خودشون هم اینجا توضیح داده بودن. بله اینهاش کدش کندا env create -f -f که داره میگه یعنی اینکه توضیحاتش رو از این فایل yml بگیر. خب و تموم. بذار من اینو کپی بکنم و بیام همینجا یه ترمینال باز میکنم. خب و اون دستورمون رو اینجا پیست میکنیم و اینتر. تموم. این رفت الان دانلود بکنه همه اون پکیج ها رو و نصب بکنه. بعدش ببینیم این چه پایتونی میخواست. پایتونی که میخواد اینجا باید نوشته باشه ایناش پایتون مساوی ورژن 3.9.2. خب ورژن 3.9.2 رو بایستی نصب بکنه. خب حالا ببینیم این یه مقدار طول میکشه چون دپندنسی هاش خیلی زیادن و آره اینا دانلود و نصب بشه میرسم خدمتتون. دانلودش هم داره انجام میشه. خب پکیج مورد نظر ما توی یک انوایرمنتی که خودش هم اینجا گفته نصب شد و فقط کاری که ما باید بکنیم اکتیو کردن این انوایرمنت هست. اینو من از همینجا کپی میکنم اینجا پیست میکنم. الان اینتر که بزنیم ببین الان اینجا دقیقاً عنوان اومد که آپدیت انوور دیبی هستش. دقیقاً الان ما یعنی رفتیم بچه ها، ما رفتیم داخل اون انوایرمنتی که پایتونش 3.9 هست دیگه. حالا با موس یه ذره جالب نمیشه. اوکی یعنی الان وارد این انوایرمنت هستیم. این منافاتی با این انوایرمنت دیگه که ما با پایتون 2 داشتیم دیگه نداره بچه ها. خب الان شما اینجا پایتون رو بذار من چک کنم ورژن پایتون رو -v آپرکیس. ببین پایتونش شد ورژن پایتون ورژن 3.9 و 2. اوکی به همین راحتی. حالا اینکه چه نرم افزاری داره این چیز بذار توی اون انوایرمنت باید باشید بچه ها. بعدش بیایید داخل این پوشه مربوط به این ابزار و این اسکریپت رو اجرا کنید. خب بذار من الان این ابزار الان ما داخل همون پوشه هستیم توی دسکتاپ پوشه آپدیت انوور دیبی. توی این انوایرمنت مربوط بهش هستیم یعنی تمام دپندنسی ها روش نصب شده بچه ها. اینجا خیلی راحت من تایپ میکنم
چرا نمی نویسیم؟ بذار من ال بگیرم اینجا. update resources. خب python update tab اینتر. خب به همین راحتی ببین الان نوشت python update resource.py اجرا شده. منتها باید جلوش شما بنویسی مثلا -d cleanvar، دیتابیس کلینور رو برای ما بیاد و آپدیت بکنه، چه ورژنش، GRCH 37ش یا GRCH 38ش. حالا اون توضیحاتش دیگه نحوه یوزیج این ابزار رو دیگه خودتون استادید و همین. فقط من میخواستم به شما این مفهوم انوایرمنت های پایتون رو توی این ویدیو کاور بکنم و خدمتون توضیح بدم به عنوان مهمترین مبحثی که در پایتون برای بایوانفورماتیک شما نیاز هستش که آگاه باشید و ازش استفاده بکنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه بچه‌ها و تا ویدیو بعدی در تماسیم و خدا نگهدارتون.